شویده قلندرова نماینده روسیه کامیلا بابرова مبارزه میبرد در وزن 65 کیلو. Представитель Российской Федерации Камила Бадурова. Борец с зеленым яблоком. Представительница Республики Таджикистан Шойда Халандарова. اکنون دوستانی عزیز نبرد بانوان در وزن 65 کیلو که بار اول در تاریخ گشتنی ملی تاجیکی در مسابقات بین المللی نفوذ این رشته ورزش رو بلند میبردارند. شویده قلندر و یک تک سبز بر مقابل کامیلا بابرova نماینده روسیه یک تک سفید مبارزه برای به دست آوردن اولین جایزه автомашина. حالا نبرد آغاز شده است. شویده قلندرova کمی از رقیب دورتر است و کامیلا بابرova باشد در فاصله نزدیکترین میخواست که اولین عمل را انجام دهد. حالا نتیجه نیست. دوباره پهلوانان با هم نزدیک می آیند. هر دو پهلوان از فاصله نزدیکتر گشتن را آغاز می کنند. دوباره کامیلا دست راستی شویده قلندرov را داشته است. شویده قلندرov باشد و هنوز اصول را انجام نداده است و شاید اکنون بعد از چند لحظه نبرد آنها آغاز شود. اولین آگاهی قبول میکنند هر دو پهلوان. Обоим борцам объявлено замечание. شویده قلندرov اطراف رقیب چرخ میزند. کامیلا پهلوان است که در وزن جمعی 65 کیلو میان بانوان یگانه وزن است که در دومین گشتنی بین المللی گشتنگیری پیشکش میگردد نبرد آنها. شویده قلندرov او را در فاصله دورتر با رقیب کامیلا باشد از سمت راست. یک بار نشست شویده قلندرov نتیجه نداد. گیرد هر دو آگاهی دارند. اطراف یکدیگر چرخ میزنند. شویده قلندرov کامیلا برای به دست آوردن کمربند رقیب حرکت دارد. حالا دوباره رفری مرکزی شریف سیراجیدی نماینده ازبکستان برای گشتن گرفتن پهلوانان گیرد صدا بلند کرد. گیرد پیوسته میگوید ولی هنوز نتیجه میان شویده قلندرov و کامیلا بابرova به چشم نمیرسد. Nadin Vakhri خیر بیند. Vakhri فینالی وزن 60 کیلوگرم. نماینده جمهوری تاجیکستان خیراندیش مرادزاده و نماینده جمهوری تاجیکستان Aqdod Gulov. شویده قلندرov در فاصله دور گشتن میگیرد. یک پهلو داور مرکز نشان میدهد. اکنون برای شویده رسیدن به عنوان نشان طلا کمی دورتر است. باید هجوم کند پیوسته چون که با یک پهلو رو به باخت دارد. شویده قلندرov کامیلا بابرova باشد. این بانوی روس نسبت به شویده قلندرov در مقابل او خیلی قوی است.
فرصت کمی دیگر باقی مانده است. حدود کمتر از 30 ثانیه دیگر برای شایده قلندر و لازم است که شیوه کار را دیگر کند، پیش گذارد و اگر نه کار رنگ دیگر میگیرد. ببینید ثانیه های انگشت شمار باقی ماندند. حدود 9 8 7 6 ثانیه ها به انجام رسانی است و کمی نباشد با برو باشد. اکنون در وزن 65 کیلو با گرفتن نشان طلا سرفراز شد و اولین شو جایزه را به دست آورد. نماینده از روسیه کامیلا بابورова. Представительница Российской Федерации Камила Бадурова. Голими görevli müsabakayı baynalmilali در وزن 65 kilogram bayni bonova namoyandayi Federatsiyayi Rossiya Kamila Bodurova. یک خرسک برید می‌کنند. این حالت تکرار یا پرتافت است که از جانب بانوی روس کامیلا بابورova شایده قلندر آواره یک پهلو افتانید و همین طریق به نشان طلا و اولین شو جایزه سرفراز گردید. اکنون دوستان عزیز میگذاریم به نبرد پهلو.